دنیای امروز و جهان کنونی و گذشته بیشترین مرضی که به آن مبتلا بوده و الان هم بشریت به آن مرض مبتلا هست، اکثر انسان ها را میگم غفلت هست که دنیا در غفلت به سر میبره. و غفلت معنیش این است که انسان مسئولیتش را تشخیص نده و رسالتش را ندونه و وظایفش را متوجه نشه و از مکافات عملش و مجازات عملش غافل باشه. این غفلت عزیزان من، و این غفلت خطرناک تبعات داره و عاقبت بد داره غفلت. و این نیست که غفلت کرد و رفت، نه، این مکافات و مجازات داره. سنت الله در این باره، سنت الهی در این باره موجود هست و سنت خدای عز و جل آنه که ملتی را، قومی را، افراد را که وظیفهشون را تشخیص ندن و از وظیفه خود غفلت کنند، از مکافات عملشون غافل باشند، بد انجام بدن، بد بگن، بد بکنن و غافل باش از این که این مکافات داره و عاقبت بدی داره. از عاقبت عمل کردش، سرانجام عملش غافل باشه. این غفلت خطرناکه و روزگار انسان با بنبست مواجه میشه و چه بسا ملت ها را الله سرشون را به سنگ میکوبه و به بدترین انواع عذاب و نوع عذاب در دنیا گرفتار میکنه. این قرآن عظیم الشأن، این درست کرده بنده نیست، این نوشته انسان نیست، این نازل کرده رب العالمین خدا این کتاب نازل کرده و این کلام بشر نیست، کلام خالق هست و کلام رب العالمین. و تاریخ قوم ها را بیان کرده که از سرنوشت خودشان به سرنوشت بد گرفتار شدند، نعمت های پروردگار را ناشکری کردند و از عاقبت ناشکری غفلت کردند که عاقبت ناشکری مشکل بده. انسان ناشکر که به نعمت های الهی کفران بکنه و ناشکری بکنه به عاقبت بد گرفتار میشه. انبیاء را تکذیب کردن، آیات الهی را تکذیب کردن، با حق مقابله کردن، با دین مقابله کردن. این ملت هایی که گناه انجام دادن، قانون شکنی کردن، کتاب های الله را پشت سر خود انداختن، کتاب ها را فراموش کردن، دست به نافرمانی زدن، به تمرد زدن، به ظلم به دیگران زدن، حقوق انسان ها را ضایع کردن، فریاد مظلوم را برآوردن، آه مظلوم را بلند کردن که بین الله و بین آه مظلوم حجاب نیست، پرده نیست و مستقیم الله آه مظلوم را میشنود و مستقیما به مظلوم رسیدگی میکند. اینا غافل شدن، غفلت کردن، خیال کردن که اینا آهشون به جای نمیرسه، دستشون به جای گیر نمیکنه، توانایی ظاهری ندارن، قدرت ما بیشتر از قدرت این مظلومه. مظلومه به گریه در آوردن، به سر و صدا در آوردن، به آه و ناله و فریاد در آوردن و قهر خدا را متوجه خود قرار دادن
خود را به کسی طرف کردن، به ذات طرف کردن که قدرتش بالاتر از همه قدرت است، ما فوق همه قدرت ها قدرت پروردگاره. قدرت های دیگر مخلوقان و قدرت رب العالمین صفت پروردگاره. الله قدیران، قدرتمندان، توانان و توانایی های دیگر را الله در دنیا به خاطر آزمایش و امتحان ایجاد کردن. بعضی را قدرت دادن امتحان کنند با قدرت، بعضی را ندادن و امتحان کنند با همون ندادن قدرت و با ضعیف بودن اونها را آزمایش بکنند. عزیزان من، به مکافات گرفتار شدن، به عذاب گرفتار شدن قوم‌های مشهور و قوم‌های تاریخی دنیا که الان بغیر از نامشون نشانشون دیگه چیزی نمانده. قوم عاد بوده، فرعون بوده با اون قدرتش، و ثمود بوده، قوم لوط و اصحاب مدینه که الله اینها را قصه کرده در قرآن عظیم الشان، و قوم های متعددی در دنیا گذشتن که تاریخشون در دست ما نیست. لا یعلمهم الا الله. الله می فرماید غیر از الله کسی اونها را نمیدانه که در اثر نافرمانی، در اثر غفلت از عاقبت انجام، عاقبت عملشون و سرانجام عملشون به عذاب الله گیر کردند. والله اونها را زدن، الله تارمار کردن. همانطور که قومهای ناشاکر و قومهای غافل و قومهای از خدا به دور را الله عذاب داده در اثر غفلت، همانطور انسانهای شاکر، انسانهایی که وظیفهشون بدانند، انسانهایی که ادب حاصل کردن از قومهای بی ادب و از ملتهای بی ادب و از افراد بی ادب، ادب حاصل کردن، ادب یاد گرفتن، خدا را بندگی کردن، در مقابل خدا کرنش کردن، کمرشون را در مقابل خدا خم کردن، در مقابل پروردگار عاجزی کردن و شکر نعمتهای خدا را انجام دادن و به تعهدات و مسئولیتهای خودشون رسیدگی کردن. وظیفه بندگان که بندگیه، وظیفه بندگان که اطاعته، وظیفه بندگان که گوش به فرمان بودن انجام دادن. الله اون قومهای را که تاریخ نداشتن تاریخ داده، نیک نام کرده، مشهور کرده، در دلها این قومها را جا داده. صحابه کرامان که الله تعالی اونها را در دنیا تاریخ داد، تابعین و اتباع من بعد، تا زمانی که مسلمانان به کتاب خدا عمل کردن، به سنت حضرت رسول عمل کردن، مسلمانان تعهدات و مسئولیتشون را انجام دادن، مسلمانان پایبند دین اسلام بودن، شکر نعمتهای خدا را انجام دادن، به رسالتشون وظیفهشون عمل کردن. مسلمانان در دنیا عزت کسب کردن، آبرو کسب کردن، نامور شدن، با عزت زندگی کردن، با وحدت و انسجام زندگی کردن و مسلمانان توی دنیا فیروز بودن، مسلمانان در دنیا موفق بودن و طول تاریخ بشریت و انسانیت انسانهای صالح، انسانهای نیک، انسانهایی که خدا را بندگی کردن و تسلیم پروردگار شدن و تواضع کردن در مقابل پروردگار، با جان و دل الله را بندگی کردند و اطاعت کردند. الله دستشون را گرفته بلند کرده، اونها را عزت کسب کردن. دنیایشون دنیای صالح بوده، دنیای خوب بوده، زندگی راحت و حیات طیبه نصیبشون شده و از این دنیا که رفتن به آخرت سربلند شدن، عزت کسب کردن، رضامندی پروردگار نصیبشون شده و الله بهشت نصیب اونها کردن.
لہذا من عرض کردم امروز مهمترین بدبختی همینه، بدبختی انسان و بشر که از مکافات عملش غافله. خیال میکنین کسانی که ظلم میکنند خیال میکنند که خدا بین کاری نداره. بالاترین قساوت قلب، بالاترین بی‌معرفتی و بالاترین چیزی ناشناختیه که شناخت ندارن. آنهایی که گناه انجام میدن، امروز خبر میرسه بسیار جا که مردم گناه انجام میدن، نامشون مسلمانه، نام اسلامیه، شناسنامهشون شناسنامه مسلمانه، یعنی مشخصاتشون اسلامیه، نام پدر، اما چه گناهی انجام میگیره و خطرناکه. ولهذا این همه مکافات داره. مردم چین که از مدتی هست الله اینها را شکمشون را سیر کرده و از لحاظ صنعت پیشرفت کردن، یکی از کشورهای توسعه یافته بوده چین. متاسفانه چینی ها غفلت کردن و گرفتار ظلم شدن و به مسلمانان، به یکی از ایالتهای مسلمان نشین ظلم کردند، شکنجه دادند و اینها را فرزندان و بچه های کوچک از خانواده مادر و پدر جدا کردند. بسیاری از مسلمان های مظلوم را به قتل رسوندند، شکنجه دادن، انواع شکنجه ها و به عذاب گرفتار کردند و عذاب دادن مسلمانان را. چینی ها ظلم کردن و الان الله مکافات کرده و مجازات کرده. چینی ها را به ویروس کرونا گرفتار کرده است. عذاب آمده که در نوع خودش در دنیا بی نظیره و کم نظیره. وحشت افتاده در میان مردم چین، میترسن، نگرانن، فریشانن از عاقبت این ویروس، از عاقبت این مریضی و وبا. و شک نیست که چین به عذاب گرفتار شده و این عذاب الهیه. والله به مکافات چینی ها را گرفتار کرده. ظلم کردن، بی‌انصافی کردن، حقوق بشر را زیر پا گذاشتن، حقوق های مسلم بین المللی جامعه انسانی و جامعه بشری را نادیده گرفتن. دنیا اعتراض کرد بر چین و چین توجه نکرد. چینی ها گوش نکرده این حرفا و الان بی عذاب الله گرفتار کرده. و ما دل سوزانه به چینی ها هشدار میدیم که آی چینی های اول عذابی که بر سر شما آمده است، این اوله، این ویروس نامش ویروسه اما در واقع عذاب الله همینطوری ویروس هم که الله می فرسته، همینطوری کرونا که الله می فرسته. چینی ها باید توبه کنن، بر انسان هایی که به نام مسلمانان ظلم نکنن. بچه های مظلوم و بی‌دفاع از مادر و پدر جدا میکنن و میبرن توی اردوگاه ها تعلیم غیر اسلامی میدن. زبان مسلمانی را از اونا میگیرن، گویش و سخن اسلامی را از زبانشون دور میکنن، چیز دیگه به اونها یاد میدن. میخواین نسل آینده را تغییر بدن که مسلمانی را بلد نباشه، دین را بلد نباشه، از خانواده دیندار و متدین اونها را جدا میکنن. چینی ها ظلم کردن و لحاظا مردم چین رایشون اینه که توبه کنن و مسلمانان را از اسارت آزاد کنند، دست از ظلم بردارند، از خدا معافی بخواهند و از این مسلمانانی که بر اونها ظلم کرده معافی بخواهند.
این مکافات عمله. این عذابه که الله در قرآن می فرماید که من عذاب می فرستم، از بالای سر شما عذاب نازل می کنم، از پایین نازل می کنم و گاه شما را با هم درگیر می کنم. سه نوع عذاب الله بیان کرده. از بالا عذاب نازل بشه، از زمین عذاب بیاید، از زیر پای شما عذاب بیاید، و یا اینکه درگیر کنه شما را در جنگ، و این هم عذاب الله تعالی است. والله اینجا لفظ خود عذاب به کار برده. ولهذا گاه طوفان می آید، گاه ممکنه سنگ باران می آید که بر قوم لوط الله سنگ باریدن، و گاه سیلاب می آید، گاه تندباد و بادای طوفانی قوم را کشته. سیلاب قوم حضرت نوح هلاک کرده و طوفان قوم عاد هلاک کرده و سنگ باران قوم لوط هلاک کرده، و گاه زلزله از زیر پا آمده است که قوم ثمود و امثال اینها را الله با زلزله زده و نابود کرده است. و بعض اوقات که با هم درگیر میکنه به وسیله توف و تانک و بم و خنفاره، مردم به یک دیگه حمله میکنند و یک دیگر را میزنند و میکشند و خانه یک دیگر را ویران میکنند. اینها را الله تعالی به نام عذاب در قرآن عظیم الشان ثبت کرده که این عذاب ها میآیند، این بلا ها میآید. گاه وبا میآید، وبا میآید، و وبا عذابی است. حدیث آمده که الله تعالی میپرسته به قوم ها. ولهذا نوع از وبای کرونا که بر جان چینی ها حمله کرده و کشورهای همجوار از آن در هراسند و میترسند و امنیت ندارد، و کشورهای دور دور میترسند از این ویروس، میترسند از این مریضی که نکنه به ما سرایت نکند و نزد ما نیاید. چیز جدیدی که کارشناسان و بعض از طبیبها و پزشکان گفتن بهترین مقابله برای این مریضی وضوئه. اگر کسانی وضو بگیرن از این مریضی حفاظت میشن، صورت بشوین، دست و پاها بشوین، شستشو بدن. و توصیه کردم بعضی که روز 5 بار اعضای وضو شسته بشه. از مریضی کرونا در امان میمانه. چیز عجیبه این که بالاخره این پزشکان توصیه کردن. معلوم میشه که در وضو و تمام احکام الهی، غسل و نماز و احکام چه اندازه برای ما منافع دنیوی موجوده، چه اندازه برای ما حفاظت موجوده و چه اندازه برای ما نجات موجوده، و شک در این نباید کرد. لہذا سران چین و مدیریت چین، مسئولان چینی باید از اگر نجات میخواهند از مسلمانان آزاد کنند، از اونها معافی میخواهند و اصلاح کنند و جبران کنند آن کاری را که با مسلمانان انجام دادند. ظلم کردن و نتیجه ظلم همینه، عذاب دادن مسلمانان، به عذاب گرفتار شدن. ولهذا راه تنها توبه و برگشته. چینی ها برای چیز دیگر نگردن. چینی ها ببینند که کجا خدا را ناراض کردن، خدا را به قهر در آوردن، حق تلفی کردند و ظلم کردن. لہذا ظلم ها را جبران بکنند، از خدا توبه بکنند، از عذاب الله تعالی و نافرمانی پروردگار. این هفته واقعا تلخی های زیادی بود و از تلخی های بسیار سخت همین معامله قرن که آقای ترامپ از رونمایی کرده است با حضور مسئولان دولت اسرائیل
و با حضور یهودیان و تعدادی از مسلمان های ضعیف که اونها را توانایی دفاع از خود ندارند و اونها را هم حاضر کرده، اظهار کرده، راضی بودند یا نبودند اونها حاضر بودند در رونمایی. و آقای ترامپ میخواهد یک معامله قرن را تحمیل کنه بر مسلمانان فلسطین که یک طرف قضیه‌اند. و آقای ترامپ باید بدونه که این راه صلح نیست. معامله باید بر رضامندی طرفین باشه، صلح هم بر رضامندی هر دو طرف باشه. و راه صلح این بود که طرفین باید با هم مذاکره بکنند، ثالث در میان اینا بشینه و قضاوت اینها را بکنه. صلح عادلانه باشه، معامله بی‌طرفانه و معامله باید عادلانه باشه، منصفانه باشه. و توی دنیا آنچه که مسلمه و در همه فرهنگ ها موجوده و در فرهنگ اسلامی و قرآن مورد تاکید قرار گرفته همینه، عادلانه باشه. و لازم بود که این طرح باید می آوردن بین هر دو طرف و هر دو طرف باید مذاکره می کردن، صحبت می کردن، به توافق می رسیدن و از این صلح رونمایی می شد. طرفین اونجا حضور داشتن، هم فلسطینی ها حضور داشتن، سران فلسطین و هم سران اسرائیل. و آنجا این صلح انجام می گرفت که مرزی و طرفین باشه، عادلانه و منصفانه باشه، نزاع و درگیری را قطع کنه و امنیت را به ارمغان می آورد. این صلح خوب بود، نه صلح یک طرفه، نه معامله یک طرفه. و این معامله قرن نیست آقای ترامپ. معامله قرن زمانی بود که هر دو طرف راضی بودند و هر دو طرف در کنار آقای ترامپ یا کسانی بودند که این صلح انجام میدادند. پای سازمان ملل باید توی کار بود. سازمان ملل که مربوط به همه ملت است، پای اونها توی کار هم می آمد. خود فلسطینی ها باید پایشون توی کار بود. این صلح بود که الله هم راضی می شد، بندگان خدا و پایدار می شد. شما صلح را انجام دادید که خودتون در اون اعلام می کنید که ما در کنار یهودی هستیم، ما حامی اسرائیلیم. شما این صلح به حمایت از اسرائیل تنظیم کردید. فلسطینی ها را چیزی اگر دادید خیلی ناچیزه. شما امنیت اسرائیل در نظر گرفتید. آقای ترامپ شما منافع اسرائیل را در نظر گرفتید. شما اعلام میکنید که من حامی اسرائیلم، من طرفدار اسرائیلم. شما صلحتون معلومه که طرفدارانه هست، یک طرفه هست. شما بیت المقدس از مسلمانان گرفتید و به اسرائیل دادید. این قبله اول مسلمانانه. میدانید که مسلمانان روی بیت المقدس حساسن. شما اگر عادلانه فکر میکردید بیت المقدس به مسلمانان میدادید و میگذاشتید. شما تمام شهرکای یهودی نشین که در قلب فلسطین ساخته شدن دادید به اسرائیل. اسرائیل در وسط فلسطینی ها آوردید. شما باید به نحوی حلق می کردید که از یک دیگه جدا می شدن، مرزهای اینا یک دیگه جدا می شد، شهرکای اینا از یک دیگه شهرهای اینا جدا می شد. و شما فلسطین در محاصره اسرائیل قرار نمی دادید. یک سری مرزهای را جدا می کردید، یک سری سرزمینهای را به فلسطین می دادید که مرزهای جدا بشن و اسرائیل از دیگه جای جبران می کردید. طریق صلح اینه، یک چیز میدن، یک چیز میگیرن، چیزی که قابل قبول برای هر دو طرف باشه، داد و ستد برای هر دو طرف قابل قبول باشه.
شما معامله قرنتون با شکست مواجه خواهد شد. چرا که فلسطینیان قبول ندارن. شما میخوای صلح تحمیلی بیاورید و به فلسطینیان تحمیل کنید و زور بگید. نه، زور راه نداره و تجربه همین نشان داده و لحاظا بهتر بود که شما حقوق فلسطینیان را رعایت کنید، صلح عادلانه باشه، عدالت بشه، هر دو طرف به یک حقوق برسند و قناعت کنند، مذاکره کنند و قناعت کنند، هر دو طرف راضی باشند، هر دو طرف خوشنود بکنید. یک چیز میدن یک چیز میگیرند. شما اون طرف دادید همه چیزها را و لحاظ فلسطینی ها را ناراض کردید، مسلمانان را ناراض کردید، ملت های آزاده را ناراض کردید. دنیایی که آزادانه فکر میکنند ناراض شدند به این صلح شما و کاش شما یک صلح عادلانه را پیش مطرح می کردید. و یک چیزی بود که مسلمانان جریحه دار کرد، مسلمانان در دنیا نگران کرد و قلب مسلمانان را زخمی کرد. و الله تعالی امیدواریم که آینده الله تعالی شرایط را بیاورد. ما هم و همه ملت مسلمان خواهان صلح، خواهان یک کشور مستقل فلسطینیه و صلح عادلانه که از سرچشمه بگیری از عدالت و رعایت حقوق طرفین و الله تعالی چنان صلحی را پیش بیاورد. ایام رحلت حضرت زهرا رضی الله تعالی عنها است، دختر آن حضرت همسر سیدنا علی رضی الله تعالی عنه که از همه دختران آنطور که معلوم میشه آن حضرت بیشتر زهرا را دوست داشتن. زهرا در حرکتشون و شمائلشون با حضرت رسول صلی الله علیه وسلم بسیار نزدیک بود و وقتی راه می رفت گویی حضرت رسول صلی الله علیه وسلم راه می رود. اخلاقشون، عاداتشون، سیره حضرت زهرا، رفتار حضرت زهرا با پدر گرامی و بزرگوار و ویژه و استثنائیشون بسیار مشابه بود. زهرا از اون زنهای الگویه که در تقوا، در پرهیزگاری، در خدا ترسی، در ایمان و عمل و اخلاق الگو هم برای همه ما و افتخاران برای جامعه زنان، افتخاران برای امت اسلامی. اگر زنان دنیا الگو میخواهند به زهرا اقتدا کنند، اگر زنان دنیا الگو میخواهند به خدیجه الکبری اقتدا کنند، به ازواج مطهرات و حضرت عایشه صدیقه اقتدا کنند، به مریم اقتدا کنند، به آسیا امرأت فرعون زن فرعون، به سارا زن حضرت ابراهیم اقتدا کنند، به زنان تاریخ بشریت، به زنان تاریخ اسلام اقتدا کنند. و توصیه بنده به همه مسلمانان، هم به مسلمانان شیعه و مسلمانان سنیین که آقا غلو در دین نکنند، افراط نکنند، تندروی نکنند، در تعریف اشخاص و بزرگان همان اندازه که جایگاه انسان های والا مقام بالاتر نرند، چیزی از خودشون نتراشند. هم اول به اهل سنت توصیه میکنم، بعد به برادران شیعه. صحابه کرام بسیار مقام بالایی دارند، در همان اندازه که مقام صحابه بالا ببرند. اهل بیت بسیار مقام بزرگی دارند، به همان اندازه که مقام اونهاست. حضرت رسول صلی الله علیه وسلم از بین همه انبیا فضیلت بیشتری دارند، ولی آن حضرت فرمودند مبالغه نکنید در تعریف من آنطور که حضرت عیسی را مسیح بالا بردند.
فرزند خدا قرار دادن، خدا قرار دادن، صفات خدایی را بر حضرت عیسی ثابت کردن، فرمودن که من هم مثل حضرت عیسی بالا نبرید، من بنده خدا، بنده خدا یعنی غلام خدا و من رسول خدا هستم، پرستاده خدا. و قولوا، فرمودن بگید که من عبد اللهم و رسول خدا، من عبد خدا بنامید و رسول خدا بنامید. من نبرید صفات پروردگار را به من ثابت کنید، من بالا نبرید اونطور که حضرت عیسی را بالا برد. جایگاه خدا مخصوص خودشه و صفات الهی مال پروردگاره و جایگاه بندگان بهتر همون حدی که اونا هستن، انبیاء اولیاء الله هستن. صلحان یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم، الله میگه آی یهود و نصارا و اهل الكتاب غلو نکنید در دینتون. غلو این خطری است که در گذشته بوده و همیشه این غلو موجوده و نباید هیچ کسی از مسلمانان، هیچ فرقه، هیچ مذهب، هیچ فکر و گرایش غلو بکنه، بلکه همان اندازه که قرآن میگه، همان اندازه که سنت میگه، اولیاء الله همان اندازه که جایگاه رفیعشونه جایگاهشون قرار بدهیم. الله در جایگاه خود هستن، بندگان جایگاهشون عبدیت و بندگی در همان جا قرار بگیره. روایت های بعضی هستن که اساس ندارن و لحظه همه مسلمانان، من به یک مسلمانان خاص اشاره نمی کنم، همه مسلمانان میگن که افراط و تفریط نکنید، اعتدال خوبه، هر میانه راه میانه راه اسلامه، صراط مستقیم امیر راه میانه و الله تعالی توفیق عنایت کنه. مسلمانان توجه کنن که وحدت مسلمین مراعات کنن، هیچ فرقی از مسلمانان بر هر فرق نزنی که نسبت به دیگران توهین بشه و مسلمان حرمت یک دیگر را نگاه کنن. چرا امریکا بعد از گذشته 71 سال اختلاف مسلمانان فلسطین، مردم فلسطین و اسرائیل امروز آمدن رونمایی کردن معامله قرن را، برای اینکه میدونن الان مسلمان همه با هم درگیرن. مسلمان نیست که اعتراض بکنه و ایستادگی بکنه. کشورهای اسلامیان که مسلمانان را نمایندگی میکنه همه درگیره، همه از یک دیگر میترسن. کشورهای اسلامی امروز تبدیل شدن به تهدید برای یک دیگر و لحاظا شاید نقشه استکبار و جهانی هم همین بوده و قدرت هایی که مسلمان را به جان هم انداختن که این برنامه را اجرا کنن، معامله قرن اعلام بکنن، صلح تحمیلی بیاورن و برای همین خاطر مسلمانان امروز با هم اختلافن. هر فرقه کشور بزنه هیچ ارزشی نداره امروز، چرا که کشور تنهایه. اگر همه کشور اسلامی یه حرفی میزدن این ارزش داشت، ولی یکی از سران محکوم میکنه این ارزش نداره. وقت دیگه کشورها هم زبان نباشن، هم صدا نباشن، متحد نباشن، لحظه این ارزش نداره. اگر شما اعتراض کنید اعتراض ارزش نداره، چون که اونها از اعتراض شما هراس ندارن. من و شما خودمون را قانع میکنیم، خودمون خوشنود میشین، ولی اونها فایده نداره. این اعتراض ها در سطح دنیا بردش محدود و کمه. الله تعالی همه مسلمانان توفیق بده که کنار هم قرار بگیرن، کشورهای اسلامی بالاخره کنار هم باشن، اختلاف کنار بگذارن، با هم متحد باشن و الله قادر. عزیز طلبه از بنده سوال کرد که ما چه بکنیم؟ من بنده عرض کردم که بهترین راه الله توبه مسلمانانه، استغفار مسلمانانه، برگشت به سوی خدای و دعا اثر داره. فریاد بزنیم خدا را که
به سوی مسلمانان توجه کنه و مسلمانان به سوی خود برگردانه و توفیق توبه بده و اختلاف از در میان مسلمانان برداره، متحد بشن، منسجم بشن، قبله اولشون از دست ندن. و این خیلی ارزش داره برای مسلمانان. اگر بیت المقدس به مسلمانان میدادن در این صلح و بقیه حقوقشون را رعایت میکردن، چیز خیلی خوبی بود که همه اینا میپذیرفتن. ولی متاسفانه غیر عادلانه است. الله توفیق بده به همه ما که به الله برگردیم، به مسلمانان. و پیام بنده هم برای سرزمین های فلسطین و آن که همه مردم غزه و همه مردم فلسطین برگردن به سوی الله، زن و مرد توبه بکنن و الله را بندگی بکنن، نماز قضا نکنن و گناه نکنند و از گناه دوری کنن و به متوسل بشن به رب العالمین که بالاترین قدرت. برای شما اروپایی ها کار نمی کنن، سازمان ملل هم داره که شما فلسطینی رسیدگی نمی کنه. مسلمانان که گرفتار اختلاف شدن، شما تنها و تنها امیدتون الله. 71 ساله که همینی که مشکل فلسطین حل بشه حل نشد و لحاظا تنها برگردی جلوتر باید برمیگشتیم به الله و متوسل به الله می شدیم. الله تعالی فرج بیاورد و الله تعالی رسیدگی بکنه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه اجمعین.